Ассалому алейкум, гуруи ангур ва боғ. Ҳозир мо қарор дорем дар ноҳияи Ишкӯшем, қишлоқи Кӯилал. Қишлоқи Кӯилал. Ҳиҷо як акамон, акаи Хусрав бурд аст. Боғ бунёд кардааст дар масоҳати 2.5 гектар. Тамоми намуди дарахтони мевадиҳанда ҳамон ҷо шинондааст. Аз қабили 4 намуди себ, нок, зардолу, шафтолу. این اکم آرامت. یا با یک دو گپ میزنی. خوجگی دیخونی؟ خوجگی دیخونی علیداد. علیداد. این مساحت؟ همینجا. مساحت 2.5 گکتار. جای برای استفاده میبرد درخشاندگی. خیلی بعضی جاش کشت کردگی. این باغ حساب خودتون شما بنیاد کردید؟ با همه از اون گروه سلام. سلام علیکم. میرسونیم. خیلی مهنت کرده استفاده می‌کنه. سال به سال انشالله که درخت کلان شده استفاده. فایده‌اش هم می‌بینیم نصیب باشه. هر رگزاری که میگذره همونجا یک میوه هم میچشه همون یک دولت کلان است. خیلی بهتره. برای دودار ما بوش روشیم خیلی شما اومدید. توصیه میدید. یکون ما یک دیخون هستیم دیخونش خیلی نخونده. بهترینه که سلام باشه. با یک توصیه میدید. اما خیلی کاری میکنیم که یک آبادی بشه. مثلا آب اینجا پرابلم است. مثلا بسیار پرابلم است. یکون دونر پیدا میشه. آب دریا میدیم. نه هر سال یک بار نسوس ای کار میبرد. یعنی میسوزه نکروسکه میشه. باغ بغیر باغ اونجا گرمخانه داره. گرمخانه هستن. گرمخانه را خیلی رسیه. فدراسیون رسیه. اون طرف که افغانستان نه؟ سر افغانستان. بهتری منی است. افغانستان قشلاق گلباغ نام داره. همه خاطر ما میجورم همه پیشک دشت بیا و بود. من اول با همه خاطری که از طرف گلباغ است. اینجا گلباغ. صحت سلامت باشه که برای کارش موده.